имрӯз биё пага биё мега мақсад маблағ намешава аз тарафи шуғли аҳолӣ мерам мақсад. ин суҳбати 4 рӯзи пеши Исомиддинов аст ки баъд аз раҳоӣ аз зиндон аз тарафи идораи шуғли аҳолӣ кумакпулӣ нагирифта буд. بعد از نشر گزارش در سامانه رادیوی آزادی درباره собиқ маҳбусон که از زندگی پرمشکل و بیکاری نعیم جان هم قصه میکرد مقامات رو دعوت و مبلغش رو پرداخت کردند. با مهلت بدایم مقصد وای نور برداری مقصد بدایم دستگیری مقصد رادیوی آزادی و مقصد وای رفتیم مقصد مبلغ 1 میلیون آدم شده گرفتیم مقصد که با دستگیری کردن که مقصد با یک جای کار شد مقصد وای میکنیم پیشنهاد میکنیم مقصد با جای کار پیشنهاد میکنیم. اداره شغل اهالی شهر بختر 400 سومانی کمکپولی یک ماهه نعیم جان را داده به او وعده کردند که مبلغ 2 ماه دیگر را هم پرداخت خواهند کرد و همچنین گفتند نعیم جان را روزهای نزدیک با جای کار تامین میکنند. نعیم جان میگوید در زندان کسب کفشیرگری و چیلانگری را از خود کرده است اما حالا با نفقه پولی ناچیزی مادر معیوبش زندگی دارد. با گفته این جوان که 4 ماه پیش از زندان بیرون شد محض نبود کاری موافق و مشکلات زندگی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برده است. مقصد با میشه حالتی که وجه مقصد جنایتکار کی باشی میبروی مهلت هم 1 سال نیم سال نمیگردی با هم بیکاری را دست به جنایت میزنیم با مقصد با کارای ناشام میزنی اگر دستگیری باشه جدا کار کنیم مقصد این کارو این مقصد جنایتکاری چیزا بین میروند. مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت‌های محلی و اداره‌های شغل اهالی است. مسئولین میگویند به محبوسان برای براه ماندن تجارت خود قرض‌های امتیازناک و 3 ماه اول کمک پولی داده می‌شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در تاجیکستان معین کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند و آنها را نه تنها در کارخانه‌های دولتی بلکه حتی در شرکت و سازمان‌های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی‌کنند.